وقتی اسم حمله مغول به ایران میاد، اولین چیزی که به ذهن هممون میرسه چیه؟ ویرانی مطلق، درسته؟ خب، امروز میخوایم این داستان رو از یه زاویه کاملا جدید ببینیم. یه داستانی که شاید تمام تصورات ما رو برای همیشه عوض کنه. حتما این جمله معروف از عطاملک جوینی، مورخ همون دوره، به گوشتون خورده. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. این دقیقاً همون تصویریه که از مغول‌ها تو ذهن ماست. یه نیروی ویرانگر که هیچ چیزی جز نابودی به جا نذاشت. و خب باید بگم این تصویر وحشتناک کاملاً هم واقعی بود. ولی یه سوال مهم. یعنی واقعاً همه چیز همین بود؟ ممکنه پشت این ویرانی مطلق یه داستان دیگه، یه لایه دیگه‌ای هم پنهان شده باشه؟ خب دقیقاً از همین جا به بعده که ماجرا حسابی جالب میشه. ببینین، برای اینکه این داستان پیچیده رو درک کنیم، باید نقشه تاریخ رو عوض کنیم. یعنی به جای نگاه کردن به مرزهای سیاسی و کشورها، بیایم به یه چیز دیگه نگاه کنیم، به جاده‌ها و مسیرهای تجاری. آخه تاریخ، حداقل تو منطقه ما، فقط داستان جنگ‌ها و پادشاهان نیست. خیلی وقتا داستان اصلی مال کساییه که جریان پول، کالا و حتی افکار رو کنترل می‌کردن. یعنی قدرت واقعی تو تاج و تخت نبود، بلکه دست کسی بود که این شریان‌های حیاتی، این جاده‌ها رو در اختیار داشت. و خب، قلب تپنده همه اینها چی بود؟ جاده ابریشم. این جاده فقط یه مسیر تجاری نبود، شاهرگ اقتصاد و فرهنگ کل دنیا بود. و ایران دقیقاً سر چهارراه این شاهرگ قرار گرفته بود. یه موقعیت فوق‌العاده استراتژیک که هم یه نعمت بزرگ بود، هم یه نفرین. و همین نکته کلید فهمیدن انگیزه واقعی مغول هاست. خیلی خوب، حالا برگردیم به همون بخش آشنای داستان. اون طوفان ویرانگر از شرق، یعنی حمله مغول. ولی این بار میخوایم از زاویه دیده همین جاده ابریشم به ماجرا نگاه کنیم. جالبه بدونین که جرقه این آتیش بزرگ یه اتفاق کاملا تجاری بود. ماجرای اترار. ببینین، برخلاف تصور خیلی از ما، چنگیزخان اولش دنبال کشورگشایی نبود، بیشتر دنبال باز کردن راه‌های تجاری بود. ولی وقتی حاکم شهر اترار که جزو قلمرو به خوارزمشاهیان بود، 450 تا از بازرگانا و فرستاده‌هاش رو اعدام کرد، خب دیگه همه چیز عوض شد. این یه توهین غیر قابل بخشش بود که یه جواب وحشتناک لازم داشت. و این رو هم باید بدونیم که این یه حمله یهویی نبود. نه، یه دوره ویرانگر 40 ساله بود که تو 3 موج اتفاق افتاد. موج اول با خود چنگیزخان شروع شد، بعد موج دوم به رهبری اوگدای خان و نهایتاً موج سوم با هلاکو خان. هر کدوم از این موج‌ها یه زخم عمیق‌تر از قبلی به جا می‌ذاشت. این جمله‌ای که به چنگیزخان تو بخارا نسبت میدن، عمق فاجعه رو نشون میده. اون نمیگه من یه مهاجمم، میگه من مجازات الهی هستم که به خاطر گناههای شما نازل شدم. این دیگه فقط جنگ نظامی نیست، یه جنگ روانی تمام عیاره که وحشت رو تا مغز استخون آدما میبره. این عدد رو ببینین، 400. میدونین این چیه؟ این تعداد صنعتگراییه که مغول‌ها توی نیشابور زنده نگه داشتن. بقیه جمعیت شهر همشون قتل عام شدن. شهر رو هم با خاک یکسان کردن تا بشه چراگاه اسباشون. این عمق وحشیگری و نگاهشون به شهرنشینی بود. اما همین نکته کوچیک، همین زنده نگه داشتن صنعتگرا، یه بذر خیلی کوچیک بود برای یه آینده کاملاً غیرمنتظره. و درست همینجا تو اوج ناامیدی و ویرانی داستان یه پیچ خیلی عجیب پیدا میکنه. یادتونه گفتم 3 تا موج حمله بود؟ خب موج سوم با 2 تای قبلی یه فرق اساسی داشت. یه فرق خیلی بزرگ. حمله هلاکو خان تو سال 1254 یه داستان دیگه بود. اون نیومد که غارت کنه و بره. اومد که بمونه. اومد و یه سلسله جدید رو پایه‌گذاری کرد. ایلخانان. این دقیقاً نقطه عطف ماجراست. لحظه‌ای که اون نیروی ویرانگر تصمیم گرفت به یه حاکم تبدیل بشه و همین تصمیم سرنوشت ایران رو به کل عوض کرد. حالا یه لحظه فکر کنین، چه اتفاقی میفته وقتی یه نیروی ویرانگر، یه نیرویی که فقط بلد خراب کنه، تصمیم میگیره یه چیزی بسازه، وقتی مجبور میشه حکومت کنه و مملکت رو اداره کنه؟ جواب این سوال واقعاً آدم رو غافلگیر میکنه.
و این جواب ما رو میرسونه به یکی از عجیب‌ترین دوره‌های تاریخ ایران، یه جور رنسانس، یه شکوفایی فرهنگی و علمی فوق‌العاده، اونم درست زیر سایه حکومت همون مغول‌ها. بله، درست شنیدین، دوره ایلخانان دوره‌ای بود که ایران دوباره از نظر سیاسی متحد شد. یه سیستم اداری ترکیبی و کارآمد به وجود اومد، یه انقلاب علمی راه افتاد و یه عصر طلایی برای فرهنگ و هنر شکل گرفت. حتی همین دوره بود که راه رو برای امپراتوری بعدی یعنی صفویه هموار کرد. یه تناقض شگفت‌انگیز مگه نه؟ مغول‌ها شاید تو جنگ بیرحم بودن ولی تو حکومتداری خیلی عملگرا بودن. زود فهمیدن که برای اداره کردن یه سرزمین پیچیده و باستانی مثل ایران به تخصص خود ایرانی‌ها احتیاج دارن. برای همین یه سیستم ترکیبی هوشمندانه درست کردن. قدرت نظامی و امنیتی دست یه حاکم مغول بود که بهش میگفتن داروغه، اما اداره امور مالی و کشوری دست یه وزیر ایرانی بود. و توی همین سیستم بود که شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای مثل خواجه نصیرالدین طوسی تونستن بدرخشن. یه دانشمند و سیاستمدار نابغه ایرانی که شد معتمدترین مشاور خود هلاکوخان. خواجه نصیر از این موقعیت بی‌نظیرش استفاده کرد تا فرهنگ و دانش ایران رو نه تنها حفظ کنه، بلکه دوباره زنده کنه. و شاهکار این دوره بدون شک رصدخانه مراغه بود. این مرکز علمی پیشرفته به دستور خود هلاکو و با مدیریت خواجه نصیر ساخته شد و خیلی زود تبدیل شد به قطب علمی دنیا. فکرشو بکنین، یه مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی که دانشمندا از چین و مدیترانه و همه جا توش جمع شده بودن. و جالبتر این که بودجهش از طریق وقف تامین میشد. یعنی اولین مرکز تحقیقاتی که با موقوفات مذهبی اداره میشد. یه ایده که واقعاً صدها سال از زمان خودش جلوتر بود. یه اتفاق جالب دیگه هم تو این دوره افتاد. اون همه ویرانی از یک طرف و تسامح مذهبی ایلخانان از طرف دیگه باعث شد عرفان و تصوف خیلی عمیق‌تر بشه. انگار تو اون دنیای پر از آشوب مردم دنبال یه پناهگاه معنوی میگشتن و دقیقاً تو همین فضاست که بزرگانی مثل مولانا و حافظ ظهور میکنن و بعضی از عمیق‌ترین و زیباترین اشعار عرفانی ما رو میسراین. خب، حالا بیایم این دوتا تصویر کاملاً متضاد رو بذاریم کنار هم. از یک طرف ویرانی مطلق، از طرف دیگه سازندگی و شکوفایی. میراث مغول‌ها یه همچین داستان پر از تضادیه. پس دیگه نمیتونیم به مغول‌ها فقط به چشم یه عده ویرانگر وحشی و کوچنشین نگاه کنیم. باید اون روی سکه رو هم ببینیم. دولتسازهای عملگرا و پیچیده. حقیقت اینه که هیچ کدوم از این دوتا تصویر به تنهایی کامل نیست. واقعیت یه چیزی بین این دوتاست. آخر سر چی شد؟ مغول‌ها عملاً تو فرهنگ ایران هضم شدن. حاکمانشون مسلمون شدن مثل قازان خان. سیستم اداریشون کاملاً ایرانی شد. حتی بعضی کلماتشون وارد زبان فارسی شد که ما هنوزم استفاده می‌کنیم، مثل کلمه خانوم. و شاید مهمترین میراثشون این بود که ناخواسته راه رو برای امپراتوری قدرتمند بعدی یعنی صفویه باز کردن. و این شاید مهمترین نکته کل این بحث باشه. دوره ایلخانان فقط یه دوره سیاه و یه وقفه تو تاریخ ما نبود، بلکه یه جورایی یه دوره بنیانگذار بود. اونها برای اولین بار بعد از قرنها کل قلمرو ایران رو دوباره یکپارچه کردن و یه هویت سیاسی و فرهنگی واحد به وجود آوردن. هویتی که بعدها صفوی‌ها اون رو به اوج رسوندن و ایران امروزی رو شکل دادن. پس برگردیم به سوال اول. آیا ممکنه یه فاجعه تمام عیار تبدیل به یه کاتالیزور برای تحول بشه؟ داستان مغول‌ها تو ایران به ما یه بله خیلی پیچیده و پر از اما و اگر میده. به ما نشون میده که تاریخ چقدر میتونه غیرمنتظره باشه و گاهی از دل تاریک‌ترین ویرانی‌ها زمینه یه شروع دوباره فراهم میشه. خیلی ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. خوشحال میشیم نظر شما رو هم در بخش کامنت ها بدونیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.